به نام خدا. خب، مسئله که پیش رو داریم تورنمنت ریاضی استنفورد سال 2011 از همون خواسته که این انتگرال رو حساب کنیم. خب، برای حل این انتگرال از تغییر متغیر y مساویه با یک ایکسوم استفاده میکنیم. در نتیجه dy هست منفی dx به روی x2 و خود dx هم میشه منفی x2 ضرب در dy. میدونیم که x هم هست یک تقسیم بر y، در نتیجه میشه منفی dy به روی y توان 2. خب، اینجا اسم این انتگرال رو میذاریم i انتگرال 1/2 تا 2 تانژانت منهای 1 x تقسیم بر x2 منهای x به علاوه 1 x. خب، اگه دقیقا به جای x بذاریم y، همون انتگرال قبلی رو خواهیم داشت. یعنی به جای x میذاریم y، x2 منهای y به توان 2 منهای y به علاوه 1 dy. هر دو i خواهند بود. خب، حالا اگه این دوتا رو با هم جمع کنیم، تقسیم بر 2 کنیم، باز هم همون i به دست میاریم. 1/2 انتگرال اولی 1/2 تا 2 تانژانت منهای 1 x تقسیم بر x2 منهای x به علاوه 1 x به علاوه انتگرال 1/2 تا 2 تانژانت منهای 1 y به توان 2 منهای y به علاوه 1 dy. خب، اینجا از همون رابطه y مساوی 1 x استفاده میکنیم و میگیم که بازه انتگرالمون از 1/2 هست تا 2. خب، در نتیجه x میشه از 2 تا 1/2. اینجا i به دست میاد 1/2. انتگرال اولی رو عیناً می نویسیم. تانژانت منهای 1 x x2 منهای x به علاوه 1 dx. خب، انتگرال دوم من به جای y x میذاریم، میشه تانژانت منهای 1 تقسیم بر x، مخرج هم میشه x2 منهای x به علاوه 1 تقسیم بر x2. به جای dy هم از این رابطه استفاده میکنیم، منفی dx تقسیم بر x2. خب، حالا اینجا این x2 در مخرج با این x2 خط میخوره و میشه 1/2 انتگرال اولی 1/2 تا 2 تانژانت منهای 1 x x2 منهای x به علاوه 1 dx. این انتگرال هم بود از 2 تا 1/2. خب، از 2 تا 1/2 تانژانت منهای 1 تقسیم بر x x2 منهای x به علاوه 1 منفی dx. یه منفی میدیم پشت. خب، چون اینجا یه منفی داریم، میایم در واقع منفی رو حذف میکنیم، به جاش بازه انتگرال رو برعکس میکنیم، یعنی جای 2 و 1/2 تغییر میکنه، میشه 1/2 تا 2. در نتیجه هر دو انتگرال یه بازه پیدا میکنه
و این میشه 1/2. هر دو انتگرال یه بازه دارن، 1/2 تا 2. یه مخرج x2 منهای x علاوه 1 تانژانت منهای 1 x علاوه تانژانت منهای 1 تقسیم بر x دیه x. خب حالا از یک رابطه مثلثاتی استفاده میکنیم. تانژانت منهای 1 x علاوه تانژانت منهای 1 تقسیم بر x برابر هستش با p تقسیم بر 2. در نتیجه i برابر میشه با 1/2 انتگرال 1/2 تا 2 p تقسیم بر 2 x2 منهای x علاوه 1 dx که میشه خب p دوم عدد ثابت میاد بیرون از انتگرال 1/2 تا 2 dx x2 منهای x علاوه 1. خب که این برابر میشه با p چهارم انتگرال 1/2 تا 2 dx. خب اینم به صورت x منهای 1/2 به توان 2 میشه x2 منفی x به علاوه 1/4. یه به علاوه 3/4 هم اضافه میکنیم که 1/4 به علاوه 3/4 میشه 1. خب دوباره تغییر متغیر تتا از x منهای 1/2 در نتیجه بازه x از 1/2 تا 2 برای تتا میشه 0 تا 3/2 و دی تتا با دی x برابر. خب در نتیجه i برابر میشه با p چهارم ضریب انتگرالمون از 0 تا 3/2 بازه جدید dx با دی تتا برابره تتا به توان 2 به علاوه 3/4. خب این انتگرال دیگه بلدیم. p چهارم اینجا میشه رادیکال 3/4 تانژانت منهای 1 تتا تقسیم بر رادیکال 3/4 از بازه 0 تا 3/2. خب این میشه p چهارم ضرب در رادیکال 3 تقسیم بر 2 تانژانت منهای 1 تتا از 3/2 هست تقسیم بر رادیکال 3 تقسیم بر 2 منهای تانژانت منهای 1 0. خب این که هستش رادیکال 3 و تانژانت منهای 1 رادیکال 3 60 درجه است، همون پی سوم رادیان. اینم که 0. خب میشه پی چهارم بعد ضرب در رادیکال 3 دوم ضرب در پی سوم. خب که میشه پی به توان 2 24 رادیکال 3 که جواب نهاییمون هست. از اینکه ویدیوی من رو تماشا کردید تشکر میکنم. خدا نگهدار.